این مادر محمد شریپوف جوانی 25 ساله تاجیک است که در صف طالبان می‌جنگد. این گروه تندرو اخیراً پسر او را در چند ناحیه هم‌مرز با تاجیکستان امیر یا سردار تعیین کرده است. 5 سال دگم نزد بعد اینای ماهی سپتامبر بود یا چی بود 2020 با یک زنگ زده بود گفت خیر گفت که من همینجا دارم سازیم تینجیم مثال من تراگونو پرسیده اومدم بعد خیر خش نکن بخشش مادر تو زیر گفت زده استیم با ما میگیمش که بیو نمیگه که نمیام میگه که میام میگه شلو میام میگه من اومدن میگه جستونستم کانتر کور دارم کور مکی بود کنم میرم بخونه محمد شریپوف اینجا در دهه شربگیان ناحیه نورآباد تولد شده است. پدر و برادر محمد سال 2011 در جریان عملیات ضد گروه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف یکی از رهبران سابق مخالفین در وادی رشت کشته شدند. محمد شریپوف و خواهرانش تا آن وقت مکتب نمی‌خواندند و بعد کشته شدن پدر آنها را به مکتب بردند. نه دیرکتور مکتب های کلمه نیست. می اومد مقصد بسیاری همون فرزنده را که با مکتب حاضر شوند و دیگه نمیتونستند. گوش نمیکردن. نه. محمد سال 2015 بعد ختم مکتب به روسیه می رود. نیم سال با مادرش تماس داشته است و بعد از آن غیب می زند. 6 ماه هم بچه زنگ زد گفت که اوچه من در دریوی کار یافتم قطعی از نم یازنش قطعیش به دول همون سنده یازنش اوچه من کار یافتم همین چی در روسیه دوا چی میکنم همین در جنگلای تلفنو نمیگیرن مثلا اونجا سوین نیست وقتی زنگ نزدم مثلا تشویش نشوین وقتی که بعدی هم 8 ماه می بچه‌ها را در روسیه قپیدن و همین آدمای حکومت مقامات اومدن همینجا گفتن که خلای بچه تو در جنگل نبوده تو در فن کرده گو و گفت در افغانستان قطعی آمده. محمد شریپوف یگانه عضو این خانه نیست که در افغانستان است. یک خواهر محمد شریپوف سالها باز همراه شوهرش در افغانستان است. این خواهر محمد کلینی مولا امرالدین بنیادگذار حرکت انصارالله می باشد. دهه شربگیان زادگاه محمد شریپوف دهه آسیب پذیر گفته می شود. بیش از 10 ساکن دهه در عملیات ضد ملا عبدالله در سال 2011 کشته شده. چندین تن دیگر با جرم همدستی در این آشوب زندانی شدند. چندین ساکن دهه به افغانستان رفتند که شمار دقیق آنها را مقامات نگفتند.